من از حکومت دولت منت دارم، از پرزیدنت جناب عالی منت دارم که با ما علاقه زمین خانه جدا کرده داد، ما را به خانه تامین میکنند. ما در همین احوال بدیم. ما از همه کارکنان حکومت و مینداری کلان خودم را میرسانم. ما از همین کارکنان مقصد که وزیرای جناب عالی بسیار میندار هستیم که همین سایت که در سر ما همین حادثه‌ای که به سر ما آمده در روز 11 چسله همین را به وقتش خطی به حالتهای بهترین خطی به خوراک و به همه شرایطاش خطی تامینات کرده ما در آدما کار کرده ایستادن، یاری خودشان به ما رسانده ایستادن. از همین جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بسیار مینداری دائما در حقش دعای نیک را میکنیم. پیش از همه من مینداری خیش و مینداری مردم شهر گلو و اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسانم که در یک مدت کوتاه توانستند که تحت سپارش‌های آن کس تمام موادهای خوراک از قبیل خوردنی ها و نوشاکی ها و موادهای ساختمانی دیگر رسیده به مردم کناب آمدند و امروز مردم کناب احساس کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان تمام ساختارهای قدرتی و نظامی و شهروندان احسانکار خیرخواه آنها را تنها نگذاشتند و همه روزه به مردمی که در مله‌ها آسیب دیدند خوراک گرم، پوشاک گرم و موادهای ساختمانی تامین کرده شده ایستادند. با دستور و سفارش‌های بی‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تمام ساختارها تمام مقامات‌ها جلب گردیده امروز کار و فعالیت نموده است. موادهای خوراک البته اوضاع‌قواری که امروز در اینجا بهر مردم حاصلپذیر مردم ضرردیده آماده گردیده است البته تیار شده است و اینچنین به هر یک محله هر یک کوچه مدت سر وقت این خوراک‌های گرم دسترس می‌گردد. ما از جناب عالی مینداری خود را بیان میکنیم و وزارت کارهای داخلی مینداری خود را بیان میکنیم که در سری وقت به ما یاری دادن، خانه ما را ساختمانش سر کردن، ما را به خوراک و همه چیز ایدیل ما را تنها نگذاشتن. نصرت‌الله از ناحیه فرخود از کارخانه نگهداری اتومبیلی ناحیه فرخود برای ستاد در ناحیه کلاب به یاردم آمدیم. خانه‌های مردم را از همه چیا تازه کرده ایستادیم، از سیلزدگی و آفت‌زدگی ها تازه کرده ایستادیم. من کارشناس مؤسسه دولتی تعلیمی کل جمهوری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر کلاب ما یک گروه کارشناسان آماده شدیم که طبق آمار ستاد آفت‌های طبیعی در شهر کلاب آن خانه‌ها و منزل‌هایی که از آفت طبیعی ضرر دیدند تازه و آزاده نماییم. ما همیشه آماده ایم که به خلق و ملت و وطن و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت صادقانه خدمت نماییم.